های بدی بلند سایه لبی دوکانی های خیرمنی گل رو تنم گردانی های گر ابر شوی قبله رم لرزانی های گر ابر شوی قبله رم لرزانی های می باری نمی باری چی می ترسانی های می باری نمی باری چی می ترسانی های آرکی جان تو به وفای نکنی های آرکی جان تو به وفای نکنی های من یار تویم تو پر جفای نکنی های من یار تویم تو پر جفای نکنی های من یار تویم مدام در فکر تویم های تو فکر به جای دیگری جا نکنی های تو فکر به جای دیگری جا نکنی ای یاره ای یاره ای یاره ای یار جانم ای یاره ای یاره ای یاره ای یار جانم ای یاره. سلام باشید. السلام علیکم هواداران عزتمند. این برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیون بهارستان است. منظور شما اطمینان دارم برنامه امشب ما بسیار جالب و خاطران پشت سر میشود، زیرا ما با برنامه هنرمندی مردمی را دعوت نمودیم. معرفی میکنیم بازیگر هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان محرمه شریف و یک قرصک دیگر میزنیم. خوش آمدید بینندگان عزیز. شگونه که شما شاهد بودید ما چند لحظه پیش یک سرود رو با آواز زنده که دویت بود با قول و این سرود نمیدونم تقریبا شاید 30-40 سال پیش سرایده شده است و ما خواندیم همراه معلمه و معلمه همزمان خودشون آموزگار هستند. من بسیار یک هیجان هم داشتم وقتی خواندم و گفتم که شاید کجای اشتباه نکنم و حال معلمه خودشون بها بدین که در یگان جا ناجوری اشتباه بود یا نبود. سر اول تشکر که ما را دعوت کردید. بعداً من همچون آموزگار میگم که شما بسیار خوب خوندید و تشکر میگم که با همین ترانه برنامه رو آغاز کردید و یاد از زنده یاد دوستی عزیز ما شادروان قربانعلی عبدالله. بله بهترین شخص یاد از زنده یاد عبدالفتاح دینایف و طاهر صابیروف. بله همین نفرای بسیار عزیز برای ما عزیز یاد کردید. سلامت باشید و شما بسیار خوبم خوندید. سلامت باشید. سلامت باشید. تماشاگران عزیز ما بالا چند لحظه می‌گذاریم با قسمت سوال جواب با شبکه بهارستان. بهترین. خب بیاید ما شروع میکنیم برنامه رو از همون سرودی که پیشتر دربارش چند لحظه که کوتاه صحبت کردیم و در فیلم واسه اشک و شمشیر این سرود یعنی ما مشاهده کردیم میبینیم که بسیار با صدای فورم است، اما اونجا در نقش یک هنرمند هنرپیشه است و بعدا فهمیدیم که این سرود با صدای شما سرایده شده است و در این فیلم جای داده شده است. اما سوال من این است که در فیلم صدای شما است و یعنی همراهتون نفری که میسراید قربانعلی عبدالله نیست. اون نفری که در فیلم همراه شما این سرود خونده بود کی بود؟ راستی سر اول این ترانه رو ما با شادروان قربانعلی عبدالله خواندیم. وقتی که استاد عبدالفتاح دینایف همین ترانه رو پیشنهاد کردند گفتند که این ترانه بدیهی هست که در فیلم اشک و شمشیر می رود و هنرمندان انتخاب شده بودن هر دوی ما. وقتی که ما ترانه رو ثبت کردیم این سال 89-90 بود. ما حتی دانشجو بودیم، دانشجوی بخش 4-5 می خوندیم. وقتی که همین ترانه رو ما ثبت کردیم، وقتی که نواری تلویزیونی فیلم میبینن با اون خلاصه میگویند که همین ترانه باید که با یک یا دو اسباب سراییده شود. بله. و بعدا انتخاب می شود برای اجرایش همین ترانه حافظ خلقی تاجیکستان محمد سفر، شادروان محمد سفر
مرودوف. محمد سفر مرودوف. بله. انتخاب می شوند و در فیلم با صدای این استاد می رود و در اصل ما با شادروان هنرپیشه شایسته تاجیکستان قربان علی در عبارت از 6 تا ربایی ما همین ترانه را پیشنهاد کردیم و بسیار مقبول دل مردم. چرا در فیلم صدای خود شادروان قربان علی عبداللهیف استفاده نشد؟ سببش چی بود؟ یگان سبب داشت؟ سببش من از نام انمون شادروان عبدالفتاح دینویف میگویم که از زبانشون شنیده بودم که وقتی که ما فیلم تماشا کردیم کارگردان فیلمم طاهر صابرов به هم خلاصه آمدند که به همه اسباب‌های موسیقی که بسیار است کو با انسامبل نیو باید که مثلا در همون طبیعت زیبا باید یک اسباب یا دو اسباب باشد و بعد همون صدای هنرمندم بسیار صرف تاجیکی باید باشد. مثلا صدای قربان علی هم تاجیکی زیبا بود هم اندکی زمانوی بود. این سخن من نیست، سخن شادروان خود قربان علی است. اندکی همون وقت زمانوی بود. از این رو انتخاب شد محمد سفر. نه که در هر دو جانب بله در هر دو جانب همین ترانه موفق شد و گویا که همین شناسنامه همه هنرمندا شد. سلامت باشید. تشکر برای شما. بهترین است. و امروز شما در انسامبل چمن فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان فعالیت دارید. اگر خطا نکنم به حیث رهبر. بله. چند سال میشود که شما این وظیفه رهبری کننده رو بر عهده دارید و یعنی مثلا بعد از فعالیت طولانی در این سن و سال مثلا رهبر بودن برای شما دشوار نیست؟ من طول 5 سال میشود که در همین انسامبل در همین یگانه انسامبل بانوان رباب نوازی فیلارمونی دولتی تاجیکستان فعالیت میکنم. راستی من اول بسیار مشکلی میکشیدم چون که این کار برای من قدر نزدیک نبود. یعنی با یک انسامبل بسیار آوازه‌دار که تاریخ 85 86 ساله دارد یعنی که رهبری کردم برام اونقدر آسان نبود. ولی فکر میکنم که انمون تجربه چندین ساله که من از اول گرفتم، مثلا 5 سال در دانشکده هنرهای زیبا خوندم. از سال 89 تا به امروز در دسته هنری آوازدار دریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری کار فعالیت کردم. قریب 15-16 سال باز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان همچون آموزگار فعالیت میکنم. 10 سال دیگر در کالج صنعتی به نام احمد باباقلوف و 5 سال دیگر در نزد انسامبل دریای ما یک مرکز یک استودیوی مرکزی خونیاگر تأسیس یافته بود که در اونجا هم شاگردان میخوندن و ما شاگردای نو با انسامبل دریا تیار میکردیم. یعنی که و با اینقدر رابطه و اینقدر ششتخیز و آموزش دیگر استادانی که من همراهشون کار کردم همین چیزا برای من کمک کرد و من توانستم که در همین طول چند سال من بسیار ترانه هایی که مثلا قریب که فراموش شده بودن و بسیار ترانه هایی که باید که بازخوانی میشدن من با همین دسته بازخوانی کردم. زنده کردید این ترانه ها رو. بله سلامت باشید. یعنی انسامبل رباب نوازانی بانوانی رباب نواز به قول شما. سلامت باشین. بهترین تشکر برای شما. خب اینجا ما سوال زیاد داریم تماشابینان عزیز، اما در برابر این اشتراکچیانمون سوال های خود رو آماده کردن و این لحظه میخوام با مهمانی برنامه پیشنهاد بکنن. شاید شما یک چیز رو مشاهده کردید و شاید سوال بدهید که چرا در اینجا خوانندگان سن و سالی یعنی صنف‌های بالایی هستند و باز همراهشون مثلا کودک‌ها هستند. این سبب دارد. ما سببی نه بعد از چند لحظه برای شما خواهیم گفت که چرا ما هم صنف‌های بالایی و هم صنف‌های پایانی رو دعوت کردیم. یک قرصک میزنیم. بیاید سوال‌های اشتراکچیان رو میشنویم. مرحمت کی سوال دارد؟ شما شاگردی نگینه راوپا هستید. شاگردان شما کیا هستند؟ راستی من شاگردان بسیار دارم. مثل که شما گفتین شاگردانی که موفق شدند. من از کالج صنعتی به نام احمد باباقلوف شاگردان من نصیبه زین‌الدین و زینورا سعید و دلیر خیردین
که در انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو فعالیت میکردند. از مرکز خونیاگری که من گفتم طولی 5 سال آموزگار بودم، مسلمه قادر و دلشادی فیض‌الله و از کنسرواتوری ملی سیاحت کبیر و شهنوزه شویوه، یعنی شمارهشون زیاد است. تمنای گل محمد و دیگران. بله. که سلامت موفقانه باشید. بود. شماره‌هاشون به خود به آخر است. شما بیاید بناسیم. الان نوم چیه؟ دینوزا. اونجا چند بار شما بی گفته چی میگید با بیتون؟ قبض. من ببین ساشکه با من میخوام. خونه میرین حسیبچه میخورید شما؟ ایوه. سحر شما حسیبچه و تخم میخورید؟ ها؟ با چی میخورید سحر؟ کلبسه میخورید؟ شیر میخورید؟ شیر میخورید؟ مسکه میخورید؟ ها؟ قنچوی میخورید؟ ها؟ شکرچوی میخورید؟ ها؟ درباره بیبیتون یکون شیر میدونید؟ کنی؟ دکتر سوامم اگل من گذارم دیگر قسم سواد ببینم خواهوا کو دادایم آچاجانی دل سوزم و کاجانی خسلوزم خولد و کوانی دهه هر جسم جانی دهه میتونم من تبابا تا که بسم سلامت. انا یک قرص آفرین. سلام شد. انا شما راید با جای خودتون نشینید، بعد از 25 دقیقه همراه بیبیتون به خونه میراید شما، بعد امو حسیبچه و شیر و مسکتون هم میخورید. میشه؟ تمام. یک قرصک میزنیم رفتیم بیاجا می نشینیم. کدام سرودتون از زندگی خود شما قصه میکنند؟ اصلا هنرمند درد دل مردم رو میخوند، ولی من فکر میکنم که همه سرودای ما در دل هم خودی ما هست هم مردم، همه سرودای ما رو دوست می‌داریم. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، ما زیاد صحبت کردیم، همین لحظه ها یک سرود رو میشنویم، کودکان شاده میکنن میرقصن اشتراکشون ما و بعدتر برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم، با قرصک ها سرود رو استقبال میگیریم. مرحبا.
خسته نباشید. ادامه دارد برنامه در مهمانی تلویزیونی بهارستان و مهمانی برنامه ما هستند هنرمند مردمی تاجیکستان معلمه بسیار گرامی قدر محرمه شریف و بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما. و این لحظه سوال‌های نوبتی رو میشنویم. محرمه از این طرف کی سوال دارد؟ اولین بار در کدام برنامه تلویزیونی اشتراک نموده بودید؟ وقتی که در دسته هنری دریا کار میکردم اولین بار وقتی که تلویزیون صبح تأسیس یافته بود در حجم 2-3 دقیقه همچون لوحه شادروان یک روزنامه‌نگار ورزیده بودند روانشون شاد بود الهام محکموف در حجم 3 دقیقه برای من برنامه کردند ولی من بسیار سپاسگزار از شادروان سیف رحیمزاده افردی هستم که بعداً یگانه برنامه‌ای که همه را معرفی کرد و درباره من به طور وسیع مرا مردم شناخت مؤلف با مؤلفی کارگردانی ورزیده نگینه مؤمن و پیشنهاد شادروان سیف رحیمزاده افردی در حجم 35 دقیقه ویدیو فیلم محرمه پیشنهاد شد که مردم از این ویدیو فیلم رو شناختن. سلامت باشید. بسیار حالات در زندگی فراموش می شود و کم حالات هایی هستند که مثلا هم در خاطره نقش می بندند و یک حالتی که هیچ از خاطره شما فراموش نمی شود و تا آخر مثلا در هوش و یاد و خیال شما هست. همچون هنرمند بسیار میخواستم که با استاد اپای نگینه وخوری کنم. همین وخوری اولین استاد اپای نگینه هرگز از خاطر من نمیرود، همیشه در دل من است. اولین وخوری شما چگونه گذشت؟ برای چی وخورده بودید؟ میتونید کم قصه کنید؟ بله میتونم. و وقتی که رفتیم به تجربه آموزی در همون انسامبل سرود استاد عبدالفتاح دینایوف سرود صدبرگ سفید با ارکستر اسباب‌های خلقی ثبت میشد و اولین بار ما وقتی رفتیم که همون ترانه رو باید ثبت میکردن و هیچگاه از خاطرم نمیبراید که انا شادروان اپای نگینه اپای نقره رحمت و اپای مستونه از 3 نفر همچون یک خون میخوندن. همیشه در پیش چشمم بود که هم 3 نفر میخونن بله. و فقط تماشا میکردم همین اپای نگینه رو. همین هرگز خاطرم تشکر برای شما. یک سوال دیگر رو این لحظه میشنویم تماشابینان عزیز و بعدا یک سرود دیگر رو پیشنهاد میکنیم. مرحمت. شخصی باورناک در زندگی شما کیست؟ راستی من همه دوستایی که بسیار احترامشون میکنم ما او باور میکنم. انا فرزندوم بسیار دوست میدونم، فرزندوم باور میکنم. هر نفری که برای من عزیز است او شخص باورناک برای من است. تشکر برای شما. تماشابینان عزیز همین لحظه شما در یک طرف اکرانی خب آینه نیلگونهای خویش یک نوار دیگر رو دیده است و تقریبا این سرود خطا نکنم 30-40 سال پیش است و مقصد از پیشنهاد این نوار در آن است که در دل خواه کنسرت و در سالهای پیش ما مشاهده کردیم در دل خواه جای شما فقط همین یک آرایش دارید. یعنی از همون اول تا حال ما همین آرایش رو میبینیم. برای چی عوض نمیکنید و این چی آرایش است و خب از کجا شما این آرایش رو مثلا دیدید و براتون بسیار پسند آمد و همین آرایش انتخاب کردید؟ راستی من در سالهای پیش هر خیل آرایش داشتم راستی گاهی چون که ما هم جوان بودیم مثلا زمانه رو نگاه میکردیم ولی از اون وقتی که مثلا من همین آرایش مو رو من انتخاب کردم نمیدونم برای چی به خودم معقول بود. هم معلم هم هستم و خیلی آموزگار که هستم. من فکر کردم که آموزگار باید خیلی شاید همین خیلی آرایش موی داشته باشد. بعد با مردم هم همین چیز معقول افتاد. هر جا میرفتم میگفتن درباره آرایش موی ما اگرچه که اونقدر مثلا عادی از من فکر نمیکنم که مثلا مثل امروزه هنرمنده از این آرایش فرق دارد لیکن خیلی فرق دارد. برای من راست میگه برای من بسیار معقول است. حتی باور کنید از پس هم میشناسن میگن پای محرمه رفته است. از آرایش شما رو میشناسن. آرایش مش که از سیما من نبینن از خفا میگن که پای محرمه رو ببینیم میگن من خرسند میشم. برای همین
نمیدونم برای چی بسیار برای من معقول است. فکر میکنم یعنی که این ایمیج شما هستن. بله این ایمیج من هست و فکر میکنم که دیگر شرط نیست که من همین آرایش مویم عوض کنم. بله بله بله. سلامت باشید. بهترین مرحمت یک سرود دیگر رو یک جا تماشا میکنیم، کمک شده میکنیم و بعدتر برمیگردیم. سروی منزلم باره گذر نداری و سروی منزلم باره گذر نداری شب و روز غصه عشقی تو بدی دارم تو شب و روز غصه عشقی تو بدی دارم تو نظر به حال من شام و سحر نداری نظر به حال من شام و سحر نداری سازی مشکل است حالم خبر نداری و سروی منزلم باره گذر نداری و سروی منزلم باره گذر نداری شب و روز غصه عشقی تو بدی دارم تو شب و روز غصه عشقی تو بدی دارم تو نظر به حال من شام سحر نداری نظر به حال من شام و سحر نداری به خدا یار تویم من گرفتار تویم به خدا یار تویم من گرفتار تویم به هزار سوز و علم یار سزاوار تویم به هزار سوز و علم یار سزاوار تویم چرا سازی مشکل است حالم خبر نداری و سروی منزلم باره گذر نداری و سروی منزلم باره گذر نداری شب و روز غصه عشقی تو بدی دارم تو شب و روز غصه عشقی تو بدی دارم تو نظر به حال من شام و سحر نداری نظر به حال من شام و سحر نداری نظر به حال من شام و سحر نداری پیشتر گفتیم که شما در انسامبل زنانه رباب نوازان به قول فعالیت میکنید و خودتون من فکر میکنم که عضوده نواختن اسباب موسیقی میبرید برای که ما در چند محفل دیدیم که شما مخصوص با اسباب های برقی مخصوصا سنتیزاتور خوب مینوازید و میخونید در محفل ها. اسباب دوتا رو من میخوام بفهمم که تو کدام اندازه عضودهش میبرید شما. نوروز جان من فهمیدم که این دمره اسباب شخصی شما است. بله. چون که در نام زیباتو نوشته شده است و بسیار اسباب خوب هم است و من افتخار میکنم که مثل شما جوانای نازنین خیلی توجه به این اسباب‌های زیبای تاجیکانه و ملی ما دارید.
саломат бошед. беҳтарин. Ташаккур این воқеан. از ترانه‌های فلکی بود که مخصوص همین اسباب برای همه خیلی бале سرطه فلکی است. саломат бошед. беҳтарин. سلامت ташаккур барои шумо. وقتی که رو افتاده میشه این حالت رو چگونه برقرار میکنید؟ راستی این زندگی همه خیلی است که به پستی و بلندی نمی شود و ما میخواهیم نمیخواهیم گاهی می شود که آدم راه افتاده می شود و من در زندگی راستی به این حالت ها بسیار دچار آمدم ولی من که همیشه میخواهم در زندگی پرصبر و پرطاقت باشم کوشش میکنم که پیش یگان دوست خوبم بروم کوشش میکنم که در اویله مثلا نفری که مرا میفهمد با او همنشین باشم و امروزها که ما با مثلا صاحب نبیره ها هستیم همین روح افتادگی ما را همین سخن خوبی نبیره ها فرزندا بازم همین سرود و ترانه هایی که ما برای مردم پیشنهاد میکنیم روح ما را بالیده میکند همین ترانه هایی که ما برای مردم پیشنهاد میکنیم. саломат бошед. ана зиёд суҳбат кардем вале фаромӯш кардем ки бо оғози зинда шумо боз 4 мисра суруд ба тамошобинам пешниҳод кунед. шумо пештар гуфтед ки шогирди Шодравон Нигина Раупов ҳастед. ман бовар дорам ки шумо сурдоишонро ба пуррагӣ медонед хуб ва сароида ҳам метавонед. ин лаҳза бе 4 мисра бо оғози зинда аз Шодравон Нигина Раупов ягон сурудашонро шумо бо оғози зинда замзама кунед барои мо. ناشکر من برو که دلم از تو سرد شد صندوق سینه‌ام ز الم پر ز درد شد در صحن زندگانی دو روی صد زبان مهر من و جفای تو اندر نبرد شد دلم از تو سرد شد دلم از تو سرد شد. саломат бошед. беҳтарин. хуб маромад саволҳои навбатиро мешунавем. аз уҳдаи ҳунарҳои мардона ба хубӣ мебароед? مثل که دادر جان میدونن که من کارهای مردانه رو دوست میدارم. бале. راستی واقعا هم از همون صحبت شما از گفته های شما معلوم است که میتوانید از اون بعضی کارها. من راستی در حقیقت کارهای مردانه رو دوست میدارم از خوردی چون که انا بسیارتر با پدرم همین مرا جانشین پدر میگفتن انا بسیارتر همراه پدرم مثلا کار میکردم هر چیزی که مثلا پدر میکرد من هم نگاه میکردم انا هم مثل که یاد میگرفتم پدر یگان شیغ یگان جورا محکم کردن میخواستن یگان در بچه یگان چی کردن میخواستن من حتما که قدشون بودم مثلا میتوانستم بعد از همه کار دوست داشتم همین علف دروی علف دروی دوست میدارم. حالی هم افیلم که کم اگر بیکار بودید علف دروی میکنید. بله. لیکن ما یک معلومات دیگر فهمیدیم که شما از کودکی دوچرخه سواری رو دوست میدارید. دوچرخه سواری میکنید. شما معلومات رو بسیار جمع کردین. بله. خیر راستی امروز من با شما نشستم مثل که از نو کودک شده باشم. با شما شدن مثلا در گیردی همه شما من هم خودم جوان هم خودم مثلا کودک حس کرده ایستادم. راستی در حقیقت من بسیار کودکی زیبا هم دارم. مثلا هر کاری که مثلا در کودکی برای همین بازی کودک برای خوشحالی کودک مثلا هست من همون کار کردگی هستم و از عهده مثلا دوچرخه راندنم میبرم و وقتی که کلان شدیم دوچرخه رو با ماشین اندک جدیدتر عوض کردیم. مثلا در کودکی انا اکاردیون می نواختیم اکاردیون رو با سینتزاتور امروزی عوض کردیم مثلا دوچرخه رو با ماشین اندک زمانوی عوض کردیم. یعنی که من همیشه میگم شما رو که باید که کودکیش کنه. کودک باید کودک باشه. کودک مثلا باید که هر بازی که برای کودک‌ها ارزنده زیبنده است باید که شما اون بازی را کرده باشید. همزمان شما گلپرور خوب هم هستید بفکرم. گلپرور حقیقت گلپرور نه گل دوست می‌دارم. دوست می‌دارید و ما می‌دونیم که در همون خونه‌تون هم بعضی راه‌ها من ندیدم راستی من به من خبر بودن که مثلا در همون راهروی خونه بعضیشون گل‌های گوناگون شما می‌شنوید. راستی گل بسیار دوست می‌دارم
و هر گاهی که مثلا این از کوچه های زیبای شهر دوشنبه میگذرم و میبینم که امروز برای ما قدر زیبا خدمت میکنن، شهر دوشنبه ما را قدر زیبا میکنن، دستشون هرگز درد نبینه. راستی وقتی که من میبینم تو به اون اندازه خوشحال میشم که من نمیگم که همین مثلا کوچه است، یگون کس مرا نگاه میکنم، من نمیگم که من هنرمند هستم که مرا یک کس میشناسه، نمیگم این چیزا. من حتما میفرم سلام علیک میکنم، یگون روبایی دیگر براشون میخونم، خواهش میکنم، با همشون رسم میگیرم، در هر جا که بینمشون حتی صورشون میکنم، تو جای در کاری میبرشون، یعنی که احترام بلند دارم. راستی با گاه که با همه گلو هم تقدیم میکنم، با میبرم در خونه میمونم با می ندارم هستم. سلام باشه. تشکر. خب مرحبا، یک سوال دیگر رو میشنویم و بعدا یک سرود رو. از باوری شما یگان مرتبه سوء استفاده کردن؟ در زندگی می شود که بعضا از زود باوری ما و شما مثلا هستن افرادی که استفاده میکنن شاید ولی با که نیست. وقتی که ما در زندگی مثلا پرصبر هستیم، وقتی که در زندگی ما با مجرای زندگی صرفه می رویم، این یگان خینگری نداره. ما با راه یافته رفتن میگیریم. لیکن استفاده کردن از گفته‌ها معلوم میشه که از باوری شما سوء استفاده کردن. بله. خب همین لحظه ها یک سرود دیگر رو پیشنهاد میکنیم برای شما و برمیگردیم صحبت رو در قسمت دیگری ادامه میدیم. با شبکه بهارستان میمونید. مرحمت. سلامت باشید. ادامه دارد برنامه ما. خسته نباشید تماشابینان عزیز. چند سوال دیگر است بیاید یک جا میشنویم. مرحمت. شوهرتان نیست هنرمند است؟ بله هنرمند هستند و مرا در همه لحظه های پست برنده زندگی مرا میفهمند. دستگیری نمیکنند. دستگیری میکنند.
ҳамроҳатон ба фикрам ки пеши вақто дар ансамблам фаъолият мекардан дойранавоз ҳастанд. Бале. Бале, дуруст аст. Саломат бошед. Хуб, марамат. мегӯянд ки устод як сири худро ба шогирдаш намегӯяд. шумо ягон сири худро аз шогирдонатон пинҳон кардаед? ростӣ не, ҳаргиз пинҳон намекунам. чунки дар кадом пояе ки устод бошад, ҳамон устодо ҳамеша нотакрор ҳастанд. масалан, ман чӣ бояд пинҳон кунам? ҳар чизе ки медонам ман қурбони донистани дониши шогирдон мекунам. ҳатман ки ёд медиҳам. Бале, саломат бошед. набираҳоятонро ба мо шинос мекунед? خب ما همون قسمتی که پیشتر گفتیم که برای چی ما با برنامه هم صنف‌های بالایی رو دعوت کردیم و هم کودکان رو اکنون اشتراکچی ما سوال پیشنهاد کردن. من فکر میکنم که ولی شما جواب همین سوال ما رو خواهید گرفت. مرحمت. سلامت باشه. البته وقتی که نوروز جان مرا به برنامهشون دعوت کردن، من نبیرم وعده کردم که حتما این برنامه را اصلا من این برنامه رو بسیار دوست می‌دارم. هر نفری که شما دعوت میکنیم ما راستی تماشا میکنیم. و مثل پیشتر همین شبکه دوست داشتنی کودکان همین بهارستان است و ما هم وقتی که کودکان میمونن افتخار کرده تماشا میکنیم. بسیار برنامه زیبا دارید. و امروز در همین محفل امروزه ما من صد شکرانه میکنم که من 5 نبیره دارم. 5 نبیره دارم. یک بار شما صفی پیش از جای یک بار میخیزیم، یک بار خیزیم، صفی پیش خیزیم. شما الان نفرایی که شما میبینید نبیره های معلمه عزیز محرمه شریف هستند. یک قرصک میزنیم. بیاد من بلنگوی کنی بیاد من شناس میکنم. با خیلی هم هست اینه که اگه همینجا یک دو سه چهار تاش اختمه بود تاش جانو مانده. اگه اینا هم به حساب نبیره بود. البته نه همین جانوی که نبیره میسازه. نبیره میشن. بله. نمیشون چی است؟ نبیره. مهرداد. شما نبیره معلم هستین؟ ها. نمیشون چی است؟ سنت الله. انا سنت الله. سنت الله نبیره اگر خطا نکنم مثلا کلانی معلمه هستن. سنت الله صنف چند میخونید؟ صنف 2. صنف 2. درباره بیبیاتون یگان شعر میدونید؟ شما نبیره کلانی هستید کو؟ وای در گویا که شعر خونم شعر شب خونم. شعر میدونید شما؟ بسیارتر سنت الله با شما هستن؟ بله سنت الله. شیرین جان. یک میسنجیم ولی شیرین جان سنت الله. یک بار شیرین جان سنت الله به نظر من بیاید شما. من یک سوال از شما میپرسم و بعداً از معلم پیشتر میگوییم که معلم اول سوال نفهمه. بیاید اینجا. خب انا معلمه با فکر شما این نبیره های شما کدام توفه را دوست می‌دارن؟ همه چی را دوست می‌دارن اینو. من ولی پرسیدم که کدام توفه را شما دوست می‌دارید؟ نه یک جواب گفتم برای ما. من گفتم که از شما پرسم کنی جواب راست میآید یا نه؟ راست است یا نه؟ نمیدونم. چی گفته باشم؟ سنت الله گفتن که من سیف دوست می‌دارم. سیف. جایی که پول میمونن. نام شما چی بود؟ شیرین جان. انا شیرین جان گفتن که من کوکله را دوست می‌دارم. لختک. سلامت باشید. اگه ما با او خاطر که ما با نزدیکی برای همه نبیرم همون سیفای ما در کاسکو تحفه‌شون کردم. تحفه کرده بله تحفه کردم که هر خودم هر خودی به خود که پای اومدن. بله. گفتم که از حاضر هم سیفایی که کشوده نمیشوند جمع کنند که برای خودشون. بله. تنگه جمع کنند. الان کنم نام شما چی است؟ آمینه. آمینه. شما سیم چند میخونید؟ نال. نمیخونم. نال. مکتب نمیخونید. بخچه میروید؟ نه. آمینه سلام باشید. نام شما چی است؟ امین الله. امان الله. شما سیم چند میخونید؟ صنف 2. صنف 2. سلامت باشید. خب با شیرین جان شناس شدیم. صنف چند میخونه شیرین جان؟ 1. نامتون چی است؟ میرات الله. نامتون میرات الله صنف چند میخونید؟ 6. دیلروز چند ساله هستید دیلروز شما؟ 3 ساله. 3 ساله. یک شعر گفته دولی پیشتر برای بیبیتونا. این شعر کی به شما یاد داد؟ آچم. آچتون؟ بهترین.
тамошобинони азиз, мо оҳиста-оҳиста ба қисмати анҷоми барнома низ наздик омадем ва фикр мекунам ки як суҳбати бисёр ҷолиб бо иштирокчиёни барнома, бо меҳмони барнома имрӯз доштем ва албатта фикр мекунам писанд омад ба шумо ин суҳбати мо. дар анҷом агар ягон сухани гуфтанӣ бошад марҳамат мешунавем. саломат бошед. ман барои ҳамаи шумо муваффақият мехоҳам. ҳамаи мо шумо ба қадри ҳамин неъматҳо бирасем ва дар бари масалан дар тоҷикистони соҳиб истиқлолмон бо ҳамон илму донишу фарҳангмон хизмат бикунем. тамошобинони азиз, мо оҳиста-оҳиста ба қисмати анҷоми барнома низ наздик омадем ва дар анҷом як суруи дигарро барои шумо пешниҳод мекунем ва бо ҳамин бо шумо хайру хуш мекунем. То шумораи навбатӣ сиҳатманд ва хушбахт бошед. хайр тамошобинони азиз. میرفتی از کنارم خزان کردی بهارم میرفتی از کنارم خزان کردی بهارم ز هجرانی توی یارم روز خوش ندارم ز غمت بمارم به وفا یارم ز غمت بمارم به وفا یارم خبر دار دل سنگت بسوزد در من هیزم تمام رویانم را بگردی همه آبی چومن یاری وفادار تمام رویانم را بگردی همه آبی چومن یاری وفادار برفتی از کنارم خزان کردی بهارم برفتی از کنارم خزان کردی بهارم ز هجرانی توی یارم روز خوش ندارم ز غمت بمارم به وفا یارم ز غمت بمارم به وفا یارم آخر به وفای دیدم از تو خودت گفتی دیگر یار ندارم ولی داغ جدای دیدم از تو خودت گفتی دیگر یار ندارم ولی داغ جدای دیدم از تو برفتی از کنارم خزان کردی بهارم برفتی از کنارم خزان کردی بهارم ز هجران توی یارم خوش ندارم ز غمت بمارم به وفای یارم ز غمت بمارم به وفای یارم ز غمت بمارم به وفای یارم